یه اتفاق خیلی بد که ما رو به یه اتفاق خیلی رمانتیک رسوند سیل نکا بود. ما با تریلی کانون رفتیم توی شهری به نام نکا. سیل اومده بود و چندین روستا رو از بین برد. کلیا بی خانمان شدن، کلیا کشته شدن و ما رفته بودیم اونجا اجرا داشتیم. ما رو بردن یه دونه از این روستاهایی که نزدیک خود شهر نکا بود. در واقع جاده رو سیل شسته بود برده بود و حالا بماند ما چطوری با چه سختی رفتیم خودمون رسوندیم. بچه‌ها اومده بودن از ریز و درشت، بسیارم خوشحال. نمایش که تموم شد ما یه زمانی رو می‌خواستیم تا این در و پیکر تریلی رو ببندیم. این زمان حدوداً نزدیک 20 دقیقه تا 25 دقیقه طول می‌کشید. به بچه‌ها اعلام کردم، گفتم بچه‌ها یه زحمت بکشین، هر کی یخ داره یه دو تا تیکه یخ به ما بدیم ما بندازیم تو کلبهمون. ما می‌خوایم برسیم نکا، یک ساعتی راه داریم. آب یخ داشته باشیم بخوریم. ما یه موقع به خودمون اومدیم که در تریلی رو بسته بودیم. من بالا چون روی تریلی جک می‌زدم، درا رو می‌بستم، نمی‌دیدم پایین چه اتفاقی داره میفته. اومدیم سوارشیم، دیدیم یا خدا کف تریلی پر یخه. یعنی هر کی رسیده بود یه دونه قالب یخ از این لیوان روحیایی بود که حمومای قدیم هم توش آب میدادن میخوردیم. کلی یخ تو پلاستیک بود از همون لیوانای اونجوری پرت کرده بودن تو تریلی. ما دیگه گفتیم آقا نیارین بسه. من ته تریلی آویزون شدم، یه در داشت که من اونجا وای میستادم که بچه‌ها نیان یه لب بپرن یاد خدای نکنه برن زیر لاستیک تریلی. به رانندمون آقای اسدپور بود، گفتم اسد حرکت کن. اسد راه افتاد. من یه دفعه دیدم یکی داره داد میزنه تو رو خدا یخ منم ببری. برگشتم دیدم یه بچه انقدی یه شلوارک تا اینجا پاشه، شلوارکه به خاطر اینکه دویده بود تا اینجا اومده بود پایین، پیرن خیس عرق، یه پلاستیک دستش، یه یخ انقدی این دویده بود آب شده بود یخه. داشت التماس میکرد، گفت تو رو خدا یخ منم سوار کنین. این فهم میگه مثلا یخ سوارشه یه افتخار به این اضافه شده که اینا یخاش جز اون یخایی بوده که سوار این تریلیه شده. یعنی جیگرم داشت دهنم در میومد. اگه یخمون رو نمی آوردم همه یخا رو میریختم خیابون. دیگه نمیتونستم به اون بگم وایسا حالا اون تریلی با اون گندگی رو نگه داریم تا این برسه. من پریدم پایین دویدم، حالا تریلی چون یواش میرفت اون نمیرسید، گرفتم یخشو، دو تا ماچم ازش کردم، گفتم نگران نباش. فیلم اصلا عین این فیلم قازهای وحشی شده بود. گفتم نگران نباش ما یخ تو میبریم، تو به خانواده‌ات برس. دوباره دویدم بوده پریدم یخو انداختم، گفتم دیدی اینا حالم یخ سوار شد. پریدم بالا دادم دیگه. برگشت توی برمیگه یه نگام دوباره به تریلی میکنه اینجوری که خب بالاخره ما هم کار خودمون رو کردیم. نه خیلی خاطره خوبی بود، من هیچ وقت یادم نمیره.